داری؟ هموطنان گرامی با احترام خدمت شما، همونطوری که میبینین در خانه کمک گدودی است، به خاطر که شبنم جان ظاهر از راه بسیار دور امروز آمدن همراه تیم فیلم برداری خود و دو مصاحبه بسیار خوب داشتن به خاطر فیلم احمد ظاهر که از چند سال است که قبل برای با امید خدا. و این فیلم همونطوری که شبنم جان انشالله برای چند صحبت میکنیم، ولی امروز دو مصاحبه داشتن با استاد معوش و خانم گرامی که انشالله بخیر این فیلم با زودی آمده. و شبنم جان تشکر از اینکه لطف کردین با منزل ما آمدین. میخوایم پرسان کنم که وطندارای ما بسیار همیشه سوال میکنن وقتی که درباره فیلم صحبت میشه چرا این فیلم کی میبره؟ این فیلم شما یک کنسرت دادین و این کنسرت پیسه‌ش هم جمع شد، چرا فکر کردن فقط اون پیسه کنسرت در حالی که این فیلم در سطح بسیار بین المللی و کلان میبره؟ این فیلم حدوداً کی حاضر خواهد شد؟ اول میخوایم با کل سلامتی بکنم و شما یک دنیا تشکر که جایتان بر ما دادین. خواهش میکنم. و از من بر من افتخار بود. جان مست. شما بیشینم از خاطرهای بابی و از استاد ماوش بر من بسیار یک افتخار کلان است که امروز من کچان تماس بودم و کچ شما گپ میزده بودم و خاطرهایتان از افغانستان و همین کانتریبیوشن شما که in terms of music بر کانتری ما دادین بسیار قیمت است. و از نگاه داکیومنتری که وقت خلاص میشه، داکیومنتری فیلم میکینگ وقت میگیره و خصوصا که ایندیپندنت فیلم باشه و پشت سر از این فیلم یک پرودکشن کمپانی کلان نیست. کل فاندینگش از خودم بود وقتی که شروع کردم. باز یک ذره فاند ریزینگ هم گرفته بودیم از سان فرانسیسکو و کیکستارتر و من بسیار زیاد شکر میکشم بعد از اون که هر کس که ما رو سپورت کرد، هر کس که آمد با سان فرانسیسکو با کانسرت ما، هر کس که کمک کرد و طرفدار از این پروژکت است، یک دنیا تشکر. مگم یک ذره باید از نگاه داکیومنتری پدرم امی امیدوار هستم که بخیر داخل از این سال آینده 2024 early 2024 با post production باشیم. وانم که کل چیزا خلاص میشه با editing room می باشیم. مگم وقت میگیره پولم است. کوشش خود میکنم. چطور میشه قدر وطندارای ما که وقتی پدرجان شما را احمد ظاهر قدر دوست دارن، هر کس میتونه اگه هر افغان که احمد ظاهر دوست داره، هر افغان اگه $10 روان کنه به $100,000 میشه که این فیلمتان به بسیار کوالیتی بالا و عالی تمام شود. ولی افغان ها متاسفانه میشه در مفت خوش خدا کنه بگرن واقعا که افغان ما همیشه همه چیز مفت میخواین. مگه من امیدوار هستم انشالله تا اینجا رسیدیم. بسیار کم بانده مگم ترافلز و کل از این انترویوها میخوام کوشش کنم که خلاص شویم. انشالله. بازم تشکر میکنم. ممنون شما. تشکر از استاد گرامی. خوشحال شدم. لوی جان من. Thank you. خواهش میکنم. تشکر از خودت که آمدی.